بعضی عمر میگه که در دم به سعودی استن شما. من گفتم استغفر الله، من سعودی را یک نفرت دار بعد میبرم مثل که امریکایی را بعد میبرم. حکومت سعودی را گفتم ملتش است بسیار ملت خوب داره، حکومت سعودی و حکومت امریکا. گفتم مردش پیش من یک قسم، ما اگر کمی فرق کنم نمیکنم، هیچ فرق نمیکنم، من بعد میبرم. به خاطر که اردوش به ضد اسلام است، اردوش به ضد ایمان، اردوش به ضد قرآن. این سلفی نیست. سلفیه که به منهج صحابه روان است. سلف صاحب بسیار درجه است. الله اگر ما را دو جمله قبول کنه به زندگی صحابه، این خوب بسیار درجه است. او با نه دادم به سعودی، نه دادم به قطریش، نه بحرینی، و 100% به اسلام عمل میکنه، به قرآن پابنده، مطابق توان خود برای قرآن روان است. هر سلفی قطری و اینا بیزار است و با ولا و برا هر کافر نفرت دارد و با هر کسی که به طریق صحابه روان است با او دوستی دارد. با هر کافر نفرت دارد و هر کسی که دوستی با کافر میکنه با او هم نفرت دارد. ما که هستیم الحمدلله از اونمو اینمی سلفیایی که به این من اونمو را دوست داریم و ما اگر کسی بگوید که شما مو سلفی، صحیح گپ اینه. اگر ما را ددون به زوا بسته کنن ظلم میکنن. تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأنجاء فازأر عزة لتري الأعادي منك ما لن يحتمى. هيا فسر بالسيف تشهر حده